کلوفترین اسنایپر بازی شد. باشه اینم امضای کار برای اینکه مطمئن بشید دارید از شخص درستی چیزی یاد میگیرید. قربونتون بریم ببینیم، بعدش بریم سراغ گیم پلی و آموزش. کوچولویی که خیلی هم نیست. همین کوچولو فقط اسمش کوچولو. نداشت تو خودت فکر میکنی من این ریدیم. واه نگاه امیر چی میزنه. امیر پشمات ریز. بنازن MVP من نگیر دیگه. اوه زنگ شد. چیتش رو روشن کرد. ببین بخورم نه بده من مخورم. حروم زاده ماشاءالله یه دونه دیگه. ای کیره تو من بخورم. بابا تو که خودت هر دست داری جمع میکنی دیگه الان چی میگی؟ بنازن یه ذره یواشتر. سلام برعکس گل، اسم من نیماست، اسم چنلمون هم دسلیزاه. من تقریبا از سیزن 1 دارم کال آف دیوتی موبایل بازی میکنم. اول روی دیوایس خیلی ضعیف، بعد دیوایس اوکی تر و الانم که مدت نسبتا زیادی دارم روی پی سی پلی میدم. نسبتا دیوایس هم اوکی، آنچنان عجیب و غریب نیست. 120 FPS بهم نمیده. درسته پایین صفحه میزنه 120 FPS، ولی خب از گیرها و لگا و دراب PS که میده معلومه 90 تا یا 80 تا هم داره به زور بهم میده. حالا کاری با این قضیه ندارم. میخوام تمام تجربیات اسنایپ زدنمو باهاتون به اشتراک بذارم. تمام تجربیات که کمی لفظ گنده و عجیب غریب و کذبیه، ولی خب بیشتر تجربیاتم دارم باهاتون به اشتراک میذارم. تا جایی که یاد گرفتم دارم بهتون یاد میدم که چی بزنید، کجا بزنید، چه لاداوتی بزنید و سبک بازیتون چطوری باشه. میتونی خیلی کلوف بشی تو اسنایپ زدن و سبک بازی که میتونی داشته باشی، ولی نیاز به تمرین داری. این چیزی که من بهتون میگم استراتژی بازیه و استراتژی لاداوتی که میتونید بچینید برای اینکه به بهترین شکل ممکن و با کیفیت ترین نسخه خودتون روبرو بشید، که قطعا نیاز به تمرین داره و دیوایس هم بستگی داره، نت هم بستگی داره، به خیلی چیزا بستگی داره، ولی خب اینا اگر رعایت کنید خیلی میتونید درصد زیادی بیفتید جلو. سابقه کلنوار پلی دادن و تورنمنت پلی دادن خیلی بالایی دارم، تا جایی که دلتون بخواد با تک‌های مختلف تو کلن‌های مختلف نشستم، کلنوار زدم، چه گان، چه اسنایپ، چه ترای هارد، چه فان و مودهای مختلف، به خصوص سرچ اند دیستروی، دابلاش دوئلم کلی زدم، ولی خب چیزی که بیشتر از همه پلی دادم معمولا سرچ اند دیسترویه و میخوام باهاتون به اشتراک بذارم. توی کلن‌های خیلی معروف و روبروی کلن‌های خیلی معروف بازی کردم. 2 تا لیدر بودی عجیب و غریب زدم که اسمشون اگر بیارم پراتون میریزه. فکر نمی‌کنید من میتونم با یه یوتیوب 200-300 تا ساب داشته همچین در واقع لیدر بردیایی رو زده باشم به صورت کاملا سالم و با ارتباطاتی که داشتم تونستم روبرویشون بشینم و بازی کنم. حالا بعداً بهتون میگم کیا بودن، فعلا نمیخوام اسم بیارم، حاشیه میشه. و اینکه توی کلن‌های خیلی مختلفی پلی دادم، همونطوری که چند لحظه قبل گفتم. برای بچهای اف تی بازی کردم، روبروی بچهای دوز بازی کردم، وینم گرفتیم. دیگه براتون بگم حالا جاهای مختلف دیگه، لون باشه، اف تی باشه، افتخار و حضور و پلی دادن با برابکس سی ان سی که تگشون عوض شده. حالا اسم نمیارم شاید دوست نداشته باشن تگ جدیدشون بگم. بچهای 405 و 404 البته تگ اصلیشون. بچهای مثبت 18 حالا نمیدونم وای مثبت 18 چیه، وای برعکس تقریبا اسم کلنشون دقیقاً نمیدونم چیه. برابکس ولف، برابکس پرژن نمبر 1 که یکی از معروفای این کارو قدیمیان دیگه. خیلی جای زیادی بازی کردم، بخوام اس بیارم دیگه تایم ویدیو گنجونده نمیشه، ولی خب طبق سابقه‌ای که داشتم میخوام باهاتون یه سری چیزا رو به اشتراک بذارم. بنابر یک سری مشکلات و دلایل زندگی و بگایایی که پیش اومد و سر کاروبار و خرج زندگی و به هر چیزایی که هست، 23 سالم هم هست دیگه، تقریبا داره میشه 24 سالم و مشکلات زندگی خیلی زیاده. آدم معمولا سنش میره بالاتر با مشکلات چرت و پرتری مجبوره دست و پنجه نرم کنم و خلاصه شرایط طوری نشد که من بتونم آنچنان پیشرفت کنم توی گیم و ادامه بدم این قضیه رو. الان مثلا توی یک کلنی مثلا چه میدونم کلن مثلا آیس باشم یا چه میدونم بچهای دیگه مثلا ثابت باشن توی کلنایی که حالا اسمو بردم بخوام بازی کنم، به دلیل کم فعالیت چی بهش میگن نمیدونم زیاد فعال نبودن مجبور شدم که تو کلن‌ها مختلف لفت بدم یا چه میدونم کیک بشم یا نمونم دیگه. وقتی نیستی خب اونام جایی که نیاز داشته باشن تو نباشی کمی حرکت فولیه دیگه، میدونی چی میگم.
به هر حال زندگی فشار آورد و خلاصه ما نشد آنچنان که باید پیشرفت کنیم. حالا ان شاءالله در آینده کمی شرایطمون رو سعی داریم که مساعدتر کنیم، بتونیم کلنای خفن‌تر بریم پلی بدیم. ولی همونطوری که الان از گیم پلی ها دارید میبینید، خب من خیلی دستا مختلفی رو جمع کردم، خیلی پلی دادم. حالا اینا یه کوچولو ذره‌ای ازشه، ولی خب سابقه بازی کردنم خوبه. اینو میخوام بهتون برسونم که آقا شما از یه پلیر نوب یاد نمیگیرید، یه پلیری که تجربه بازی کردن چند سال 5 6 سال 7 ساله که داریم بازی میکنیم، از سیزن 1 تا الان نمیدونم چند سال گذشته، تقریبا یه 5 6 سال یا 7 سالی تقریبا گذشته و من دارم بازی میکنم رو دیوایس های مختلف و سبکای بازی مختلف و آشناییت کامل با بازی‌های شوتر دارم. بریم که کلی چیز با هم دیگه یاد بگیریم. خب چیزی که قرار مشاهده کنید یکی دیگه از سبک بازی‌های منه. داریم کلنوار میزنیم ولی با توافق بچه‌ها کاسم اسنایپ داریم میزنیم و گان نیست. من بدون صدا پا بازی میکنم، با تمرکز کامل سعی میکنم کمترین موومنت رو بزنم و در جای مناسب موومنت بزنم، به خاطر اینکه ایمم خراب نشه، کج و کوله نشه، بتونم دقت بالایی داشته باشم و مچو بتونم جمع کنم. همونطوری هم که میبینید یه ایس میگیرم، جمع میکنم. بچه‌ها همه دارن قور، همه که نه، چند تا از بچه‌ها دارن قور میزنن، میگن که فلان رو دیدم سبک بازی فلان بیسار و همون بدون صدا پا بازی نکن و سریع برو راش بده فلان کن. ولی من کار خودم انجام میدم و میبینید که دستو جمع میکنم. راند بعدی هم میبینید که یه راند خیلی حساسه، بچه‌ها هی دارن مایک میدن، اجازه نمیدن من چنان صدا پایی بگیرم، تک به دو میمونم و یکیشونو میزنم و لازم نمیدونم با نفر بعدی پیک بدم و میرم و دفیوز میکنم و با استراتژی مچو جمع میکنم. پس یه جایی باید از مغزتون استفاده کنید، یه سری چیزا بگذارید تا بتونید پلن مثبت و نقش مفیدی برای تیمتون داشته باشید. دست بعد پا مرغی برو تعمیر تره بگیر. نیما ریدم تو سبک بازی. وینه جایی کاش چند تا گتو ول کردی. چه ربطی داره رفتن تروی خوابه؟ اشتباه تروی بود که راش شد اصلا. با من تو بیت دمیجی گفتم الان برم یه نزدم. این قتل رفت اونور، نیما نیم ساعت داره پا مرغی جلو من راه میره. خب من چیکار کنم؟ ننشو گویدی یار. ماشاءالله تمام شده رفت چیره تو پست ننشو بره. بچه‌ها شیرینه زندگی‌ان. اتچمنت مناسب. درسته من دارم لوکاس میزنم ولی همون خشابی که من گذاشتم روش باعث میشه که بتونم 3-4 تا والبنگ بزنم. به همین سادگی اتچمنت مناسب توی بازیتون خیلی میتونه تاثیر داشته باشه. 4 بار من دمیج کردم. اسم ما میذاشتم دهن همه رو میذاری. گوه میخورد. ای نعنت گایدم تا پستی تعریف داده ننده. هر سری من اون دراش میدم تو خط میگیری. بیر خیلی پست نماز کنم. با خط میگیرن ننه زنده ها. اکتیوژن ننه زنده مادر قهوه. کشی پر ننه زنده فقط در میشه. من پست هرات تو بکن بابا. تک به 2 تک به 3 تک به 4 تک به 5 میمونید. اصلا هول نشید. با دقت بازی کنید، با تمرکز بازی کنید، مپ رو بشناسید، بدونید کجای مپ باید بازی کنید، بک بازی کنید، نیاز نیست الکی راش بدید کسی نیدی فلان چیزی سمتتون پرت میکنه. اصلا هول نشید، خیلی ریلکس، به جای اینکه غور بزنید، چرت و پرت بگید، عصبی بشید، موومنت اضافه بزنید، سعی کنید راندو جمع کنید. تنش میکنه اونیا خرن. خودت طرف اصلا روبرود گانم کشید، تو موظفی که دستو جمع کنی. گرفتی؟ بعد از اینکه دستو جمع کردی میتونی هر چی خواستی، ولی اون لحظه دقت کردن. همه خرد. آقا راش نمیدنی نه فقط تو خود ده یه مچ بده کنی نگاه یه مچ بده کار دارم بابا. یه مچ بده تو میزنی من میدونم میزنی. بابا ننشتونو گایید کنن ننشت این خشگیرهای شونی رو همه رو زدیم. مرسی عشقای منید، مرسی که ویدیو رو تماشا کردید. حمایت فراموش نشه، کامنت بذارید، لایک کنید، چنل ما رو هم داشته باشید تا با هم دیگه چیز میزای جدیدتر یاد بگیریم و یه کمی هم در کنارش خوش بگذرونیم دیگه. ویدیوی فان هم زیاد داریم. عشقای منید، قربونتون. تو اگه با من باشی